سلام چطورین؟ چرا من کد مسیریکس هستم. خیلی خوشم اومدید ویدیو دیگه از چنل کد مسیریکس. بچه‌ها کیفیتی که بهتون نشون دادم میخوام آموزش بدم بهتون. وارد تنظیمات میشید، قسمت سوم کیفیت میذاریم رو میدیوم در میام و میریم داخل بخش تمرینی که خودتون تنظیم بکنید چجوری دوست دارید و چجوری دوست ندارید. خب وای میسیم تا بیاد اینجا. من سریعا برمی‌دارم. خب میریم بخش تنظیمات، میایم پایین گزینه کاستوم 1 انتخاب میکنیمش. حالا من اینو یه بار دیگه ریستش میکنم. بچه کیفیت فعلیتون همینه فعلا. برای اینکه تنظیم کنه بچه گزینه سوم اول سا داره، میگیره میاره تو 100 میاره روی آخر روشن میشه. گزینه چهارمی هم یه ذره میاره پایینتر، فرق نداره. الان برای شما 50، من خودم میذارم 40 38 اینا یه ذره تاریک‌تر شه. حالا بهتون نشون میدم اینجا به این کیفیت از اون اومد به این خیلی بهتر میشه. خیلی تاثیر داره واقعا بر همه گوشیان میخوره. اصلا لگ نه لگی نه داغی، هیچ فرقی نمیکنه. بعد داخل بازی هم میرم براتون تست میکنم چجوریه. کانال ما لایک و سابسکرایبتون نره. عشق منید. بابای. و بعد کسانی که با رنگ صورتی مشکل دارن میتونن اینجا تنظیم بکنن. رنگاشون بالا هست، میتونید تنظیم بکنید زیاد باشه زیاد نمیشه. الان برای شما همش 50، من میبرم تا 100، چهارمی میبرم تو 40 38 اینا. کسانی که با رنگ صورتی مشکل دارن ندارن، اگه مشکل دارن بیارن پایینتر، اگه ندارن هم بزن همون بمونه، هیچ فرقی نمیکنه واسهتون. بچه تازه یه مپ به کال آف دیوتی اضافه شده، نمیدونم دوئل کاستوم چیه هر چی که هست. سری راش نرید بچه. این اکتیویژن رو نمیدونم چی کار کرده، اتچمنت قفله. باید از این توکنا بردارید. این توکنا رو زمینه، ببین ضرب در 1 باید جمع کنید. این فلش بالا هستش، این الان بعد اینجا وان شات میکرد. این فلشه بعد بشه 1 میزنید روش، اتچمنت باز میشه. یه دونه یا دو تا میره بالا. اتچمنت جمع کردید بعد راش بدید. زدید که نزدینم مهم نیست. بچه ها اتچمنت هم آخر ویدیو براتون میذارم، هم اچ اس هم سریع رو برید تست کنید، حالشو ببرید. خیلی خفن اتچمنت. 2 تا پرک بنداز روش، دهنتی وان شات میکنه واسه. خب بچه این هم اتچمنت اچ اس، برید تست کنید حالشو ببرید. اتچمنت سریع هم براتون میذارم. این هم یکی سریع متیک، هیچ فرق نداره، هم ساده و معمولی هیچ فرقی نداره. بچینید حالشو ببرید. بچه لایک و سابسکرایبتون نره. عشق منید. بابای.